بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، چگونه که در سنن امام ترمذی رحمه الله تعالی آمده از این حدیث با شماره 2417 و همچنین در سنن دارمی باشد با شماره 554، امام ترمذی رحمه الله تعالی میگوید سخن گفت ما را عبدالله پسر عبدالرحمن، گفت خبر داد ما را اسود پسر عامر، گفت سخن گفت ما را ابوبکر پسر عیاش، از اعماش از سعید بن عبدالله بن جریج از ابی برزة الاسلمی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هیچ کسی روز قیامت نمیتواند یک قدم بردارد مگر اینکه باید به 4 سوال پاسخ دهد. ما و شما هرگز در روز قیامت نمیتوانیم یک قدم به پیش یا اینکه یک قدم به قفا زنیم تا زمانی که به این 4 سوال ما پاسخ دهیم. یکمش عن عمره فيما افناه، عمرش را چگونه و در چی راه به پایان رسانیده است. دوم و عن علمه فيما فعل، علمش را صرف چی کار کرده است. سیوم و عن ماله من این اکتسبه و فيما انفق، مالش را از چی راه به دست آورده و در چی راه خرج نموده است. چهارم و عن جسمه فيما ابله، جسمش را در چی راه به پیری رسانیده است. سبحان الله، ما و شما در روز قیامت نمیتوانیم یک قدم به پیش یا به قفا زنیم مادامی که به این 4 سوال پاسخ گردانیم. عمرش، واقعا هم الله سبحانه و تعالی این جوانی را و این عمر را برای ما داده است و ما را میپرسد عمرت را در چی راه صرف نمودی؟ امروز جوانها باشند با کیف و صفا، با زینا، با سیگار کشی، با تلفن بازی، با جوره بازی در کوچه ها. روز قیامت ای جوان نمیتوانی یک قدم به پیش زنی مادامی که از این عمرت تو باید سوال شوی، مورد سوال قرار میگیری در پیشگاه الله. الله این جوانی را برایت داد و این را میپرسد این امانت الله دادگی را تو هرگز خیانت مکن، چون که تو و صاحبش میسپاری و روز قیامت با این جسد در پیشگاه الله سوال و جواب خواهی کرد. این عمرت را در کجا سپاریدی؟ این عمرت را در کجا به پیری رسانیدی؟ در کجا صرفش کردی؟ الله ما و شما را میپرسد. ما گمان نکنیم که جوان هستیم، با قوت هستیم، نیرو هستیم. نه والله، این جوانیت در روز قیامت میتواند تو را دستگیری کند و میتواند تو را وارد دوزخ کند. یعنی چگونه؟ اگر جوانیت را در عبادت الله به پایان رسانیده باشی خوش به حالت، اگر که در زنا و در معصیت و در گناه و در بیهودگی دان که قرارگاهی تا آتش جهنم است، العیاذ بالله. دوم و عن علمه فيما فعل، آن علمی که تو طلب علم نمودی، خواه از دین باشد یا خواه از غیر دین، الله جل و علا تو را میپرسد صرف چی کردی. علما را میپرسند، دانشمندان را میپرسند، داعیان را میپرسند، طالب علم ها را میپرسند این علمی که برایت دادم در چی راه صرفش کردی؟ آیا تو از حق روی گردانیدی؟ آیا از حق سکوت کردی؟ آیا ترسیدی؟ این علمی که برایت دادم تو زحمت کشیدی برای امروز؟ امروز الله سبحانه و تعالی میگه من تو را از علمت میپرسم، چگونه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند. جوانهایی که امروز طلب علم میکنن نباید امروز از حق رو بگردانند. به خاطر احیای سنت، به خاطر دوستداری سنت نباید از دیگر مردم بترسن، حق را پنهان کنند. ما باید دعوت را برسانیم، باید علم را برای مردم برسانیم. این علمت را روز قیامت الله سبحانه و تعالی میپرسد. یا علمی تو برای تو سود میبخشد در روز قیامت، یا اینکه سبب داخل شدن دوزخ میشد، العیاذ بالله. سیوم و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفق، سیوم باشد چی؟ مالش را از چی راه به دست آورده است. الله جل و علا تو را میپرسد این مالی که برایت دادم از چی راه کسب نمودی؟ از راه حلال، از راه دروغ، از راه پرستش، از راه ترازو زدن، از راه فند و فریب، از راه ظلم؟ تو را میپرسد از کجا کسبش کردی؟ با تو را سوال میکند که تو در کجا خرجش کردی. آیا این مالی که تو از حلال کسبش کردی در حرام صرفش کردی، یا اینکه از حرام کسب کردی در حلال صرفش کردی؟ ان الله طیب لا یقبل الا طیبه، الله جل و علا پاک است، جز پاکی را قبول نمیکند. دعوا میکنی که پول را از حلال کسب کردم، میتوانی کسی را دستیاری دراز کنی؟ میتوانی کدام طالب علم را اگر کسی را تو دستیاری کردی در این دنیا
روز قیامت شاهدی میدی که پروردگارا از راه حلال کسب نمودم و تو شاهد باش، من فلانی را به خاطر تو خانه خدا روان کردم، من فلانی را دست یاری دراز کردم به خاطر رضای تو. از این مالت روز قیامت میپرسد، این مالت روز قیامت شاهدی میدهد که این دستانت که تو از حلال کسب کرده نشود که به سبب این مال حرامت مورد عذاب الهی قرار بگیری. چهارم، و عن جسمه فیما ابلاه، و از این جسمی که الله جل و علا برایت داده است در چی راه خرجش کرده. این جسمی که داده است در چی راه، در حلال، در حرام، در چی؟ جسمش را در چی راه به پیری رسانیده است. میپرسد. خدا کند که ما و شما از مال حلال یکدیگر را دستیاری کمک دراز کنیم و الله سبحانه و تعالی کند که این 4 سوالی که بسیار دشوار است ما و شما را کمک کند که به این 4 سوال جواب بدهیم و به قدم به سوی جنتی جاویدانه ما و شما را الله جل و علا برساند. هذا الله اعلى و اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.